سلام. امروز قرار هست با هم روغن محلی و غلیظ ساوه‌ای درست کنیم. بهتره از انارهایی استفاده کنیم که آبدار باشن تا رب با کیفیت و خوشرنگی به دست بیاریم. بریم سراغ مراحل. بعد از اینکه انارهامون رو کاملا تمیز کردیم شروع میکنیم به دون کردن اونا. حالا دونه های انار رو توی قابلمه میریزیم. تو این مرحله برای اینکه گوشت دونه ها بهتر جدا بشه کمی آب اضافه میکنیم. قابلمه‌مون رو روی حرارت قرار میدیم. در ظرف رو میذاریم تا بخار توی ظرف ایجاد بشه. چند بار انارها رو هم میزنیم تا به ته ظرف نچسبه. وقتی دونه های انار نرم شدن اونها رو از صافی رد میکنیم تا گوشت از هسته جدا بشه. همه انارها رو از صافی رد میکنیم. حالا آب انارهایی که گرفتیم و داخل قابلمه میریزیم. روی حرارت با شعله متوسط رو به بالا میذاریم تا به جوش بیاد. وقتی جوشید شعله رو کمتر میکنیم و باید مدام هم بزنیم تا ربمون ته نگیره. بهتره کفهایی که روی رب تشکیل میشه رو بگیریم تا رنگ ربمون خوش رنگ تر بشه. آموزش‌های بیشتر رو میتونید در صفحه یوتیوب ما دنبال کنید که لینکش رو در کپشن نوشتم. و این هم نتیجه نهایی. رب انار غلیظ، خوشرنگ و ملس ساوه‌ای. این رو برای غذاهای پاییزی مثل فسنجون فوق‌العاده است. در کلیپ بعدی آموزش پخت فسنجون رو براتون قرار میدیم. توجه کنید که رقم‌های مختلفی از انار در بازار موجود هست. از انار سیاه که خاصیت درمانی داره تا انار مجلسی که انواع مختلفی داره و در نهایت انار ملس ساوه‌ای که برای آبگیری و رب‌سازی بهترین رقم هستش.